کتاب من تقدیم به نفری که امروز ما مادران از آنها امیدهای زیاد داریم و آنها را هر یک سرباز چون مادر دوست می‌داریم و در خانه انتظار. مردان پسی سنگر از مرگ نمی‌ترسند، تنها ضد یک لشکر از مرگ نمی‌ترسند. مردان پسی سنگر از مرگ نمی‌ترسند، تنها ضد یک کتاب مذکور تحفه می‌گردد به سربازان و افسران شجاع وطن که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به خاطر تحکیم استقلالیت، صلح و آرامی، وحدت ملی و یکپارچگی تاجیکستان عزیز خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا نموده ایستادند. با نعره فردوسی، با غلغله رستم، در سینه غمی مهن از مرگ نمی‌ترسد. غلغله رستم در سینه غمی مهن. تحفه به سرباز شجاع وطن. کتاب من تحفه به سرباز شجاع وطن. فردای منور را تا نسلی نوی تحفه به سرباز شجاع وطن. از سر از مرگ نمی‌ترسند، از جنگ نمی‌گریزند، از ننگ بپرهیزند، از خصمت رزم‌آور از مرگ نمی‌ترسند. مردان پسی سنگر از مرگ نمی‌ترسند، تنها ضد یک لشکر از مرگ نمی‌ترسند. مردان پسی سنگر از مرگ نمی‌ترسند، تنها ضد یک کتاب بنده دو جهان برانکاری سیمور است. تقدیم به سربازان شجاع، دلیر و سربلند تاجیک. مرخوبند، آسوده و آرامند، سنگر شده چون بیستر و سربازهای شجاع وطن. با نعره فردوسی، با غلغله رستم، در سینه غمی مهن از مرگ نمی‌ترسند. با نعره فردوسی، با غلغله رستم، در سینه غمی مهن از مرگ نمی‌ترسند.